ما ابتداً صحبتمون رو با این شروع می‌کنیم که ساناویوا CBD دارای فرمولاسیون دارورسانی نوین هست. چه نوع فرمولاسیونی؟ در ساناویوا CBD ما از فرمولاسیون اسنید یا سلف نانو امولسیفاینگ دراگ دلیوری سیستم استفاده کردیم. به چه علت؟ به علت اینکه CBD کلاً مولکولیه که خیلی بایو اویلیبیلیتی پایینی داره، خیلی سخت حل میشه و به خاطر اینکه بتونیم ما مولکول رو با جذب بالاتر توی بدن داشته باشیم، بتونیم اثرگذاری بالاتر داشته باشیم، شرکت به دنبال راه حل گشت. سیستم دارورسانی اسنید سیستمی هست که معمولاً برای داروهای آنتی کنسر استفاده میشه که بتونیم دارو رو به اون هدف تارگت تیشویی که داره با غلظت بالا برسونیم. ساناویوا CBD وقتی وارد بدن میشه سافت جل باز میشه توی معده و بعد از اون به ذرات بسیار ریزی تبدیل میشه و تشکیل یک نانو امولسیون پایدار میده. نانو امولسیون جزء پایدارترین فرمولاسیون های داروییه و بعد از اون جذبش اتفاق میفته که همین جاست که باعث میشه من ادعا کنم که ساناویوا CBD با اینکه 10 میلی گرم CBD داره ولی به اندازه 40 میلی گرم CBD میتونه افکتیو باشه. چرا؟ چون اون بایو اویلیبیلیتی پایین CBD رو ما اومدیم با فرمولاسیون نوین دارورسانی اسنید جبران کردیم. وقتی کسی داره برای انزایتی این دارو رو مصرف میکنه، دوست داره اثر دارو رو خیلی سریع ببینه. من کلیم نمی کنم فرد خیلی سریع خوب میشه، ولی اثر اون ریلکسینگش، اون احساس آرامش کردنش بعد از اولین دوز مصرفش کمتر از 1 ساعت اثر رو میبینه و این اثر سیستم دارورسانی نوین ساناویوا CBD هستش. و بعد از اون چون که یک نانو امولسیون پایداره اثرش استیبله، فرد رو آپ اند داون نمیکنه، فرد در یک سیستم استیبلی آرامی قرار میگیره و بابت اون میتونه از خیلی از شرایط محیطیش لذت ببره، کوالیتی آف لایفش بهتر بشه و حتی بیماری های زمینه ایش بهتر بشه. و این دلیلیه که ما میتونیم این محصول رو به عنوان یک محصول برتر با دارای ویژگی های درمانی توی اندیکاسیون های متفاوت کلیم بکنیم. پیشنت اکسپریانس برای ما مهمترین چیز و بالاترین چیزه و وقتی بیماران این محصول ساناویوا CBD رو مصرف میکنن کامپلینس بالایی دارن. چرا؟ چون که صاف جل ساناویوا CBD هیچ مزه‌ای نداره، برخلاف قطره هایی که قبلا توی مارکت موجود بود که با طعم و بوی بد مزه‌شون باعث میشد بیمار دفعه دوم دلش نخواد دارو استفاده کنه. کامپلینس بیمار خیلی بالاه، حال بیمار خیلی سریع خوب میشه، پس بیمار دوست داره درمانش رو ادامه بده. نه تنها درمان ساناویوا CBDش رو بلکه درمانی که پزشک معالجش به عنوان داروهای اصلی براش تجویز کرده، پس میتونه ادامه دهنده راه درمانی اون بیمار توی اون حالا درمان طولانیش باشه. یک بیماری که مبتلا به MS هست، فرد ممکن از 14-15 سالگیش به این بیماری ابتلا داشته باشه تا آخر عمرش. باید یک امید و یک هدفی و یک آرامشی برای این فرد ایجاد بشه که بتونه درمانش رو ادامه بده. از اونجایی که ساناویوا CBD روی گیرنده CB1 یک نگاتیو آلوستریک مودولیتور هست، میتونه سیستم پاداشی که توی مغز باعث احساس کریوینگ میشه در افرادی که اعتیاد دارن، میتونه اون رو کنترل بکنه که افراد دنبال مصرف مواد نرن. حالا فقط راجع به ماریجوانا این قضیه نیست، ما مطالعاتی روی آمفتامین ها، الکل و حتی اوپیوید ها داریم و خیلی میتونه راه حل و حتی کنار درمانی خوبی باشه. با اثرش روی سیستم سروتونرژیک روی گیرنده های 5-HT1 در کنار داروهای آنتی دپرسانت میتونه اثرات اونها رو بیشتر کنه و همین خاطر ما میگیم که اگر فردی به فرض داره سرترالین رو با دوز 100 میلی گرم میگیره یا شما براش تجویز میکنید، خیلی بهتره که دوزش رو براش کم بکنید و در کنارش ساناویوا CBD رو تجویز بکنید. همون اثر بخشی رو میبینید، بیمار داروی کمیکال کمتری رو وارد میکنه و حتی کاست کمتری رو هم میده. اثرش روی سیستم گابارژیک هم به صورت دایرکت هست و هم به صورت غیر دایرکت باعث احساس آرامش میشه
باعث بهبود خواب میشه، باعث این میشه که وقتی فرد از خواب بلند میشه سر حال باشه. ما مشکلی که با داروهای خواب آور داریم اینه که به خاطر طولانی تر کردن فاز رم باعث میشن که فرد هنوز فردواش خوابالود باشه، به کارش نرسه، به دانشگاهش نرسه، به درسش نرسه، ولی سانایوا CBD این ویژگی رو نداره و در نهایت با اثری که روی کانال‌های TRP1، PPAR گاما و گیرنده‌های آدنوزین داره میتونه باعث نوروپروتکشن بشه. حالا روی انزایتی فقط روی جنرال انزایتی اثر میذاره؟ نه، هم روی جنرال انزایتی اثر میذاره، روی سوشیال انزایتی، روی پنیک لایک سیمپتومز اثر میذاره. افرادی که مبتلا به پنیک نیستن ولی پنیک لایک سیمپتومز هایی رو دارن و یک سری افراد هستن که دچار یک لوپ نگرانی میشن، نگرانی هایی که همدیگر رو تشدید میکنن. فکر میکنم خیلی کلمه اوورثینکینگ یا نشخوار فکری جدیدن زیاد شنیده میشه، خیلی به درد این آدم ها هم میخوره. در کنار اینها با اثری که روی سیستم اندوکانابینوئیدی داره استرس رو کم میکنه، میتونه باعث بشه که به صورت اتونومیک اون فرد آرام بشه، احساس آرامش رو تجربه کنه بعد از اولین دوزش و همچنین میتونه که فرد رو ظرفیتش رو بالا ببره. من خودم خیلی وقتها میگم ظرفیت من پر شده، من دیگه چیزی رو نمیتونم تحمل کنم، ولی سانایوا CBD میتونه اون ظرفیت آدم ها رو بالا ببره به خاطر مکانیزم هایی که داره و همچنین میتونه باعث بشه که اون افرادی که دیگه به هیچی توجه نمی‌کنن، به قول آقای دکتر عکاشه دچار کرونیک استرس شدن، دچار هابیتات شدن، براشون همه چی عادی شده، اونها رو دغدغه‌مند کنه نسبت به چیزایی که واقعاً دغدغه هستن. و در نهایت اگر بخوام یک کامبینیشن یا خدمتتون عرض کنم، سانایوا CBD دقیقاً این همین دایره ها یک ترکیبی از بایو اویلیبیلیتی خیلی بالا، محصولی که دقیقاً مختص این موقعیت جغرافیاییه و نوآوریه. خیلی ممنونم که گوش کردین، خیلی خوشحال شدم که در جمعتون بودم، خسته هم نباشین.